سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی را با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان منظور شما میکنیم. امروز پنجشنبه 8 ایول، عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. نیروهای حکومتی افغانستان اصرار می‌ورزند که طالبان سلاح به دست را از دروازه شهر قندوز بیرون انداختند. دیگر دشمن توانایی نداره که در مقابل ما ایستاد شود، بجز از اینکه فرار میکنه، مرده‌هاش در روی سرک میمونه. بعد از دستور شهرداری دوشنبه برای امگذارانی سراسری، شماره ساکنانی که داوطلبانه واکسن گرفتند بیشتر شد. همه روزه آنها در منطقه ها خیلی ما درباره قرکم در تشکیلات ها و کارخانه ها مردم رو اهالی رو به همین واکسن فرا میگیرند. خوف سرایت کووید 19 مانع تشخیص و طبابت سری وقتی زنان حامله در تاجیکستان شده است. مقامات در تاجیکستان میگویند که تاکنون حدود 1400 نفر پناهندگان ملکی را از افغانستان پذیرفتند. این پناهندگان از ناحیه‌های شمال افغانستان پس از حمله سلاح به دستان طالبان به ولایت مختار کوهستانی بدخشانی تاجیکستان فرار کردند. مقامات ولایت میگویند حد امکان پناهندگان را با جای زیست موقت و مواد خوراکواری تامین کردند. گزارش مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه. مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان گفتند در پی تصرف منطقه‌های نزدیک مرزی از سوی طالبان بیش از 1000 پناهنده افغان به قلمرو تاجیکستان فرار کردند. به گفته مقامات این پناهندگان با جای خواب و مواد خوراکواری تامین شده، گفتگوها برای دریافت کمک ادامه دارد. در نواری که حکومت ولایت بدخشان روز 7 ایول نشر کرد دیده می شود که پناهندگان در منطقه مرزی هستند و به ماشین ها سوار می شوند. در نوار گفته می شود که تعداد گریزه ها تنها در منطقه تیم شهر خاروق 400 نفر هستند و آنها را بعد 3 روز به جای امن انتقال دادند. غالب نیت بگزاده سخنگوی رئیس ولایت بدخشان بر رادیوی آزادی گفت تعداد عمومی پناهندگان افغان که به تاجیکستان فرار کردند 1037 نفر است. تقدیر من بعد این پناهندگان فعلا ناروشن است. معلوم نیست که آنها دوباره به افغانستان برمیگردند یا در تاجیکستان میمانند. مقامات گفتند پناهندگان در جای امن هستند و به خاطر بی‌خطریشان جای آنها را افشا نمی‌کنند. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی بیشتر پناهندگان در شهر خاروق نگهداری می‌شوند. دفتر مطبوعاتی رئیس ولایت بدخشان میگوید یادگار فیض رئیس ولایت روز 6 ایول با نمایندگان کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان و همچنین نمایندگان خدمات آقاخان عاید به مکان زیست ملاقات کرده مسئله گریزگان را بررسی کردند. طبق اطلاع یک منبع، موضوع اساسی واخوری دریافت کمک از سازمان ملل برای یاری به پناهندگان افغان می باشد. مسئولین ولایت بدخشان گفتند آنها برای قبول تا 10,000 نفر از پناهندگان آمادگی دیدند. بجز از مقامات اینچنین نمایندگان جامعه شهروندی هم در شبکه‌های اجتماعی از ساکنان دعوت دارند که برای پناهندگان افغان کمک جمع آوری کرده شود. هرچند هستند برخی نفرانی که میگویند باید تاجیکستان در قبول پناهندگان احتیاطکار باشد، چون ممکن است که برخی اعضایان گروه‌های افراطی در نقاب پناهنده وارد تاجیکستان شوند. مقامات به این نظرها هنوز واکنش نکردند. در یک ماه اخیر بیشتر منطقه‌های نزدیک مرزی افغانستان با تاجیکستان به دست گروه طالبان افتادند. هرچند مقامات افغانستان گفتند به زودی این منطقه را از دست این گروه باز پس میگیرند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه. ارزیابی رویدادهای افغانستان را ادامه می‌دهیم. پس از چند روزی حمله‌های غافلگیرانه طالبان، نیروهای دولتی افغانستان به خود آمده در یک چند ولایت‌های شمال این کشور عملیات نظامی راه اندازی کردند. از جمله در نتیجه یک عملیات نظامیان افغان در ولایت قندوز هممرز با تاجیکستان، سلاح به دستان طالب از نزد دروازه‌های مرکزی مأموری ولایت دور رانده شدند. تفصیلات در گزارش همکارم شهلای گلخواجه. روز 7 ایول در نتیجه یک عملیات نیروهای تعینات خاص افغانستان طالبان به عقب پرداخته شدند. روزهای اخیر سلاح به دستان آشوبگر این گروه شهر قندوز را در محاصره قرار داده بودند. خبرگزاری ریترز نوار دسترس نموده برخورد مسلحانه در کنار شهر قندوز را نشر نمود. در جایی که ما عملیات میریم از طرف شهر یا روز که ما میریم دشمن بسیار یک ضربه محکم میزنیم. دیگه دشمن توانایی نداره که در مقابل ما ایستاد شود، بجز از اینکه فرار میکنه، مرده‌هاش در روی سرک میمونه. با آغاز بیرونشوی نیروهای پیمان ناتو از افغانستان که تا 11 سپتامبر به انجام میرسد،
طالبان حمله‌ها در سراسر افغانستان را افزایش داده، مناطق زیادی را به ویژه در شمال این کشور تحت تصرف درآوردند. مقامداران افغان میگویند نیروهای تازه نفس به شمال فرستاده شدند تا طالبان را از ناحیه‌ها و دهات اشغال نمودهشان اخراج کنند. تمام قطعات خاص نیروهای ویژه که در افغانستان است فعلا اکثریتش رهبریتش در قندوز مستقر است، از این رهبری می شود. هیچ نوع مشکل نیست، سر جز از خسته بودن و کسل بودن بعض سربازای ما یک دمه گرفتیم، هیچ نوع مشکل نداریم. اکثریت ولسوالی‌ها پس ما پلان داریم، پلان عملیاتی دوربرد داریم، پیشروی داریم که تصفیه و تلاشی گرفتن ولسوالی‌ها تمام قرنجات پس به حساب پست‌های خود قریب فعال میکنیم. دیروز همچنان منصبداران افغان ابراز داشتند که نیروهای حکومتی افغانستان حمله طالبان به مرکز مأموری ولایت شمال و غربی بادغیس را خنثی کردند. این خبر هنوز از طرف منبع‌های مستقل تصدیق نشده است. 7 ایول طالبان به شهر قلعه نو مرکز مأموری ولایت بادغیس حمله نموده، قرارگاه پلیس و ریاست امنیت را اشغال نمودند. والی بادغیس حسام الدین شمس گفت طالبان با خسارات کلان و عقب نشینی از شهر وادار شدند. وزیران کارهای خارجی 5 کشور آسیای میانه و افغانستان در یک نشست مجازی یا آنلاین از افزایش خشونت‌ها در افغانستان نگرانی کردند. ملاقات روز 7 ایول با ابتکار وزارت کارهای خارجی افغانستان و مرکز منطقوی سازمان ملل در مورد دیپلماتیای بازدارنده برای آسیای مرکزی برگزار شد. افغانستان با 3 کشور آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صدها کیلومتر مرز دارد. حضور جنگجویان این کشورها در صف‌های گروه‌های تندرو در افغانستان همیشه مایه نگرانی مقامات این کشورها بوده است. روسیه همپیمان این کشورها اعلام کرد که از متحدان خود در برابر هر گونه تهدیدها از جانب افغانستان حمایت می‌کند. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلان کرد که تا 8 ایول در کشور 19,000 نفر وایه دومی واکسن بر ضد کرونا ویروس را گرفتند. این نهاد از ساکنان دعوت نمود که آنهایی که تا حال واکسن نگرفتند برای مایه‌کوبی به نزدیکترین مؤسسه طبی مراجعت کنند. آخر هفته گذشته ستاد جمهوریوی مبارزه علیه کرونا ویروس در تاجیکستان واکسینگیری افراد از 18 ساله بالا را حتمی کرد. طور مشاهده های همکاران ما از تلویزیون نسل شفریه نشان می‌دهد طلبگاران گرفتن ایم در پایتخت همه روزه می‌افزاید. تا 6 ایول در تاجیکستان 316,000 نفر واکسن گرفتند. این برابر به 6% اهالی از 18 ساله بالا است. در همین حال فعلا در کشور کمبود واکسن مشاهده نمی شود. بیش از 1 میلیون دوز دو نوع واکسن استرازینیکا و کروناواک تا حال به طور رایگان به تاجیکستان آورده شده است. ساکنان تاجیکستان برای گرفتن واکسن ضد کرونا ویروس چندان شتاب نداشتند. مثلا عائله من واکسن گرفت. درباره دیگران چیزی گفته نمیتوانم، بگذار خودشان تصمیم بگیرند. میدانید چی؟ هر کس حقوق دارد که راضی باشد یا نباشد. من ضد هستم. حتما من فکر میکنم این باید حتمی باشد، زیرا ببینید در روسیه وضع چگونه است. اگر چند روز پیش در مانگاهای شهر کم آدم بودند، حالا برای گرفتن واکسن ساکنان در اینجا نوبت می ایستند. آبیجان سعیدزاده هم تصمیم گرفت ضد کرونا ویروس ایم کند. اکنون وضعیت دنیا را ببینید. امروز وابسته به کرونا ویروس وضعیت طبی بسیار مرکب است در دنیا. نظام کار در درمانگاه‌ها حالا سخت‌تر شده است. در شهر همچنین گروه‌های سیار کار می‌کنند. 6 بریگاد در حدود مرکز و 7 بریگاد سیاری تشکیل کرده ایم که همه روزه آنها در منطقه ها چخیل ما در بالای قرکم در تشکیلات ها و کارخانه ها مردم را اهالی را به همین واکسن فرا میگیرند. با اطلاع وزارت تندرستی قرار درباره امگذرانی حتمی ساکنان بالاتر از سن 18 با توجه به وضعیت در کشورهای دیگر گرفته شده است. مقامات میگویند اجباری شدن این معرکه نه به خاطر ترسانیدن مردم، بلکه با هدف جلب توجه ساکنان کشور به ضرورت امگذرانی راه اندازی شده است. ولی حقوقشناسان نظر دیگر دارند. به نظر آنها استاد ضد کرونا ویروس نمیتواند ساکنان را برای گرفتن واکسن مجبور کند. یگام خیلی بگم که سانکسیون میگن، یگام خیلی مجازات
در قرار نشان داده شدگی نیست و مجازات هم معین کرده نمیتونن. با میگم که حیات شخصی انسان و این حیات شخصی من است، حیات شخصی وی است، حیات شخصی شما است. این چیزا هیچ کس اختیارداری کردن ده حقوق ندارد. من نمیخواهم، من شبهه دارم، نمیکنم. همچنین در تاجیکستان بستن نقاب و فاصله اجتماعی دوباره حتمی شده است. این قاعده ها ماه ینور وقتی رئیس جمهور امامعلی رحمان اعلان کرد که کشور بر کرونا ویروس پیروز شد بیکار گردید. همین طور اکنون همه آنهایی که وارد تاجیکستان می شوند باید تشخیص از کرونا ویروس را سپارند و نوابسته از نتیجه آن باید به مدت 10 روز از دیگران فاصله بگیرند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. در ادامه موضوع کرونا ویروس، پژوهشگران طب در تاجیکستان میگویند پاندمی کووید 19 به سلامتی بسیاری از قشرهای اهالی، خاصتا زنان حامله و طفلان نوزاد آسیب رساند. بنابر آمار رسمی در 9 ماه سال 2020 در تاجیکستان 1607 نفر طفل نوزاد وفات کردند که در قیاس به سال پیشین 100 نفر بیشتر بوده است. سبب به گفته پژوهشگران پاندمی است که مانع تشخیص و طبابت زنان حامله دار می شود. نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهد. این زن در 4مین ماه حامله‌داری طفلش را از دست داده است. میگوید در شرایط پاندمی کرونا ویروس شدت روانی یا استرس، ترس و هراس و زیاد بند بودن طبیبان باعث شد که بعضی معاینه‌های حتمی را نگذارد. یکم روچبه رفتم تا به بیمارخانه را رسیدن دیدم که بیمارا بسیارند. دکترها بسیار بیماری را قبول میکردن. خود را بی‌زیب حس کرده ترسیده به خانه آمدم. شبنم سبب دقیق مرگ طفلش را نمیداند و آن را به ترس زیاد وابسته میداند. بعضی طبیبان میگویند کرونا ویروس از زن حامله به طفل بطنش نمیگذرد، ولی در دوره پاندمی تجربه نشان داد که عامل‌های دیگری هستند که کودکان قبل از تولد آسیب می‌بینند. کارمندای ساحه طبی جمهوری تاجیکستان چون اکن ساحه ریپرودوکتیو کار می‌کردگی ها، این اکوشرک ها، این دکتران مامادای اکوشر گینکولوگ همشون برای کار در بین اهالی در دوره پاندمی جو روانه شده بودند. برای همین متخصصان نتونستند که فکر منبع در سر وقت کمک لازمی رسانند. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 230 زن حامله به کووید 19 آلوده شدند. به قول طبیبان، زنهای حامله به گروه خف داخل می شوند و باید بیشتر متوجه خود و طفلشان باشند. طبیبان توصیه می دهند که زنهای حامله با رعایت قاعده های بهداشتی باید سری وقت از معاینه های حتمی دوره حامله‌داری گذرند. روانشناس گلچهره توخسنووا بر این نظر است که در شرایط پاندمی کرونا ویروس افسردگی زنهای حامله از ترس گرفتار شدن به این بیماری بیشتر شده است. ترس ففتیدن یا که ترسی که کودک از دست میتین و تولد کردن نمیتونن، این خیل زنها رو به همین حالت گرفتار میکنن. این روانشناس مصلحت میدهد که زنها در دوره آبستن یا دوجانی بیشتر آرام باشند، از چیزی نترسند و اگر ذهنشان را چشمدار حادثه بد کنند، برعکس به سلامتی خود و طفلشان ضرر خواهند رسانید. بینندگان ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org و صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته شدند. تا ملاقات در نشر بعدی، خداحافظ.